سلام و درود بر همه همشهریان عزیز. کشور پرچمی را که پشت سر من میبینید پرچم جمهوری تاجیکستان عزیز همسایه همیشگی ماست. ما کشور همسایه را خصوصا کشور تاجیکستان را بسیار دوست داریم، چون یک مردم دیانتباز، یک مردم راست قدم هستند. از اینجا من برای مردم تاجیکستان صدا میزنم: مردم تاجیکستان، خواهر و برادران عزیز، مردم افغانستان خراسان کبیر را امروز تنها نمانید. مردم افغانستان خراسان امروز سخت در شرایط دشوار با خون و خاک دست و پنجه نرم میکند. شما مردم تاجیکستان افتخار ما هستین، نه تنها که امروز افتخار ما هستین، سالهای سال شما افتخار ما بودید. ما شما را دوست داریم. ما و شما همیشه از یک خون و از یک ریشه و از یک پنجه هستیم. همونطور که 30 سال پیش در تاجیکستان ارتش قشین شوروی حمله کرده بود، ما در آی ما بروی تاجیکستان عزیز، بروی شرمندان تاجیکستان باز بود. امروز هیچ وقت درتان را بروی افغان نبندید، بروی افغانستان و خراسانی نبندید. چشم امیدی مردم افغانستان امروز به کشورهای همسایه به مثل تاجیکستان است که ما مردم تاجیکستان را، مردم ازبکستان را، مردم ترکمنستان را، مردم ایران که از کشورهای نزدیکی ما است و بشر دوست هم هستند، ما اونا را دوست داریم. دوست داشتن ما کشور تاجیکستان در صدر جدول قرار داره. برادران تاجیک، شما جگر ما هستین، شما نفس ما هستین. ما به شما سخت احترام داریم. جور و صحتمند باشین، در پناه الله باشین هر جا که هستین.